حضرت علی رضی الله تعالی عنه زریش گم شد. یک روز در سرک میرفت، دید که یک نصرانی مسیحی زری حضرت علی به دستش است، صدا میزنه کی زری میخره، کی زری میخره. حضرت علی سر برادر زری مال من است، مال تو نیست، مال من است. دعوایشون جاد شد. این در زمان است که حضرت علی امیرالمؤمنین از ثلث کره زمین حکومت میکنه. ثلث کره زمین حکومت میکنه، امیرالمؤمنین است. حضرت علی در کوفه میبیند که زری گم شده به دست یک مسیحی است. گفت زری مال من است. گفت نه مال تو نیست، مال من است. گفتن مشکل ما حل نمیشه، پیش قاضی میریم. حضرت علی امیرالمؤمنین است، پیش قاضی میایه که خودش دست نشانده امیرالمؤمنین است. یعنی خود حضرت علی او را به قضا گماشته است. پیش قاضی شریح میآیند. وقتی به پیش قاضی صف میگیرن، صف میکشن، قاضی به